سلام. سلام. خوش اومدین به مرسی. ایپسوس واترفال آفتا. متشکرم. خوشحالم. آیا شباهتی بین چگونگی برگزاری جشن نوروز بین ایران و قزاقستان وجود داره به نظرتون؟ آره، به نظر من 90% اصلا در واقع اشتراک داره. جشنی که اینجا دارن میگیرن کاملا مثل جشن ایرانه. ما حتی اینجا سفره 7 سین دیدیم. روز عید و کنار مردم قزاق با هم دیگه جشن گرفتیم. فوق‌العاده بود. من واقعا خیلی سورپرایز شدم به خاطر اینکه بی نهایت لذت بردم. دقیقاً همون فاکتورایی که تو جشن نوروز ایرانیا هست برای قزاقام دقیقاً همون حالته و برنامه‌های خیلی جالبی داشتن. شیرینی‌های خیلی جذابی تهیه کردن برای عید نوروز. مراسم‌ها و کلاً آیین و رسوم و سنتاشون خیلی جالب بود برای من و البته بقیه کسانی که اینجا ایرانی هستن. من که خیلی کیف کردم، واقعاً از همه چیز لذت بردم. خسته نباشید میگم به شما، به تمام پرسنلی که برای تدارک این جشن خیلی زحمت کشیدن. ممنونم ازتون. بله وجود داشته. سفره 7 سین رو اینجا دیدیم و اینکه دوستانی که اینجا بودن ایرانی صحبت میکردن و سنتاتون نزدیک به سنت‌های ما هستش. آره خیلی خوب بود به نظرم. همه چیش عالی بود که رسیدیم. برای من جشن کوچیکی گرفتن. خیلی خوب برگزار شد. ما که هیچ چیزی نداشتیم. حس می‌کردیم مثلا جشن خودمونه. شباهتش خیلی نزدیک به هم بود. من وقتی اومدم آکشاو یعنی وارد هتل شدم، وقتی دیدم که حالا نوروز رو دارن جشن میگیرن و ملیت‌های حالا کشورهای همسایه‌مون نوروز رو جشن میگیرن خیلی خوشحال شدم. برام حس خوبی بود که به غیر از ایران حالا کشورهای دیگه هم دارن رو جشن میگیرن. حس خوبی بود و شبیه ایران اون رو جشن میگیرن و خوب بود. آره توی غذاهای محلی که دارن، غذاهای رسمی که دارن مثل ایران، مخصوصا جشنی که سوارکاری داشتن یا سوپ‌ها و آش‌های مختلفی درست میکنن، خیلی احساس میکنم که تو کشور خودم هستم و احساس خیلی خوبی بین ایران و قزاقستان دارم. و اینکه آیا مایل به اقامت بیشتر در هتل ما دارین؟ قطعاً ما سال دومی که اینجا اومدیم و قطعاً سالهای دیگه هم اینجا هستیم. بله 100%. به خاطر اینکه میگم از تمام برنامه‌ها و تمام برنامه‌ریزی‌هایی که شده بود واقعا کیف کردم. حتی وقت کم آوردم برای خیلی جاهایی که هنوز فرصت نکردم ببینم. اونقدر که تنوع زیاده و اونقدری که همه چیز با برنامه‌ریزی دقیق داره انجام میشه. بله دوست دارم تابستونم حتما بیام اینجا باشم. فوق‌العاده است. 100% خیلی خوب بود. همه چی اوکی بود. جشنایی که گرفتن، دیسکوش، دیجیش، همه چی عالی بود. خیلی غذاهای خوب، رسیدگی عالی. خیلی خوب. منم چون پارسال اومده بودم دوباره تصمیم گرفتم که امسال بیام چون واقعا همه چی درجه خوبی نصیبه. بله من خیلی دوست دارم، مخصوصا اگر که تابستون باشه. هم الان تجربه خوبیه و فکر میکنم که اگر بیام تابستون هم باشه اونم تجربه خوبی خواهد. قطعاً ریکسوس بهترین اقامت هستش. تا هر کشوری که رفتم که ریکسوس بوده اونجا اقامت داشتم و لذت بردم. حالا که توی آکتا هم هستیم، آکتا هم شهر دوست داشتنیه. یک کم سرد هستش ولی خیلی دوست دارم هم ریکسوس و هم آکتا رو. چه غذای خاصی و بیشتر تو رستوران تورکواز مورد علاقتون بود؟ ببین غذاهاشون خب خیلی شبیه غذاهای ایرانیه. خب کبابای خیلی خوشمزه‌ای دارن، سوپشون، حتی سبزیجاتشون همش فوق‌العاده. تو چی دوست داشتی؟ کوفته. من واقعا نمیتونم یه چیز خاص نام ببرم چون واقعا هم لیدر تور فوق‌العاده رفتار و برخوردش خوب بود، هم خودتون که پرسنل هستین، عزیزانی که توی رستوران فعالیت میکنن، همه واقعا یکی از یکی بهتر، پذیرایی عالی و من واقعا نمیدونم که کدوم قسمت رو اسم ببرم چون واقعا همه دارن زحمت میکشن و همه بسیار کارشون رو بلد هستن. دونرشون خیلی دوست داشتم. طبق غذایشون به ایرانیا خیلی نزدیکتر بود. فوق‌العاده بود. دوست داشتم. خیلی لذیذ و خوب. همه جور تنوع غذایی بود. ما که خیلی راضی بودیم. به ظاهر خودمون هم نزدیک بود. خیلی خوب. اگه چیزی بد باشه نمیمونیم قطعا ولی مشتاقیم که بیشتر باشیم و بیشتر بمونیم. غذا خیلی خوب بود.
و حالا یه دونه کوفته بود، من خیلی اونو دوست داشتم و امروز هم یه غذای جدیدی بود خوردم که حالا سوشی اینا هم بود. من خب سوشی خیلی دوست دارم و کوالیتی و کیفیتش خیلی خوب بود. بعد صبونش خیلی خوب بودش، مخصوصا اون قسمتی که چند تا خانم نیمروها و املت‌های مختلفی رو درست می‌کردن، خیلی خوب بودش. غذای دوباره سوپاشون خیلی بی‌نظیر بودش، سیب زمینی‌هاشون، پیتزاهایی که می‌پختن و غذاهای گوشتیشون به شدت خوب بود که این همه از گوشت استفاده می‌کنن. واقعا رستوران عالی هستش. برنامه‌های پروگرام‌های هر روزه به نظر شما چطور بود؟ عالیه دیگه. یه دیجی خفن داریم که هر شب کلی برنامه خوب و شاد داره. تو طول روزم که اینجا همش جشن و پارتیه. دیگه چی می‌خواد؟ برنامه‌ریزی که شده به نظرم خیلی جالبه. فقط به نظرم تایم موزیک رو اگر که مثلا وسط روز هم بیشتر کنن، خب من خودم آدمیم که خیلی موزیک رو دوست دارم، خیلی موزیک گوش میدم. به نظرم یه مقدار این قسمتش بیشتر بشه شاید جذاب‌تر باشه. البته همه چی میگم خوبه ولی خب این شما چون نظر خواستید من با من پیشنهاد گفت. پارکابیش بود خیلی جذاب بود، برنامه شبانش خیلی خوب بود، دیجیش فوق‌العاده بود. خیلی خوب بود. من که اصلا روز اول خیلی شگفت زده شدم. یه پول پارتی خیلی باحال بود. الان هم یه جشن گرفته بودن، طناب کشی و تیرکمون و اینا خیلی بامزه بود. قشنگ سرگرم بود. منم دوست داشتم. این چند روزی که حالا من اومدم مثلا امروز در رابطه با همون فرهنگ قزاقستان و اینا بود، خب قشنگ بود و همین تیراندازی و اینها رو لذت بردم. خوب برنامه سرگرمی هتل از ساعت 4 شروع می شدش هر روز و خیلی خوبه. اینترتینمنت و انیماسیون خیلی خوبی داره و دوست داشتنی هن. خیلی هم پرسنل هتل خیلی خوب برخورد میکنن توی این قضیه، مثل همین الان هم که یه جشنی هستش و کلی هم کوایت دارن شلوغ میکنن. خیلی باحاله. مرکز اسپای ما مورد علاقتون بود؟ لذت بردین ازش؟ ببین فوق‌العاده است. من تمام شعبات دیگه ریکسوزم رفتم، اینجا واقعا ویژه است. به شدت خدمات عالی داره. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که اینجا بیاین استفاده کنید از مرکز اسپاتون. واقعا عالی بود. آره خیلی، مخصوصا مربی زومبایی که هستش، من که همش میرم تمرین میکنم، چند بارم دیگه داشتم و وسطش در میرفتم به زور گفت نباید وایسی تا آخرش تمرینا رو انجام بدیم. خیلی خیلی پر انرژی، تمرینای خیلی خوب. بماند که بعدش بدن درد داشتم به خاطر اینکه ماها آماتوریم، ایشون دیگه ماشاءالله ورزشکار حرفه‌ای، ولی خیلی عالی بود. خیلی استفاده کردم، فوق‌العاده بودش. حالم خوب بود، استراحت کردم، انرژی خوبی بهم داد. خوب بود. آره مثلا قشنگ یه ماساژ خیلی خوب، خیلی آرامش گرفتیم، خستگیامون در رفت، بیشتر حال کنیم. من نرفتم، قرار فردا برم امتحانش کنم. من رزرو کردم برای ماساژ و یکی از مسافرها ازشون پرسیدم، گفت من خیلی خوب بود و امروزم رفتم همون ترکی رو امتحان کردم. تجربه خیلی خوبی بود. اسپاش بی‌نظیره، همون ترکیش خیلی خوب بودش، استرخش هم بی‌نظیر بود. از نحوه خوشامدگویی به محض ورود به هتل راضی بودین؟ به نظرتون خوب بود؟ ببین یکی از ویژه ترین چیزهایی که وقتی وارد این هتل میشی به چشمت میاد مهمون نوازی و برخورد به شدت گرم پرسنل اینجاست. یعنی تو تک تک جاهایی که مراجعه میکنی، به خصوص پرسنل فارسی زبون مثل شما و کلیه بچه‌های اینجا، همه چی عالی دیگه. درجه شما چی؟ عالی. بیا تموم شد. پرسنل عالی. من میگم همه چیز که عالی بود واقعا. خیلی قشنگ توجه میکردن، خیلی خوب پذیرایی میکردن، هر چیزی که میخواستی خودشون میومدن میپرسیدن و برای تهیه میکردن. هیچ نوع ایرادی نمیشه واقعا گرفت به هیچ چیز. به نظر من بهترین هتل هست. من هتل‌های دیگه هم بودم ولی واقعا این شعبه رکسوس من پیشنهاد میکنم. اولین سالی بود که افتخار داشتم باشم و امیدوارم که همیشه موفق باشیم تو همه مراحل زندگیتون. من که کلی کیف کردم. مرسی. حس غریبی نداشتم چون همشون فارسی صحبت کردن با ما و فکر میکردم زبان مشکل باشه اینجا، ولی خیلی عالی بودش. ممنونم از مجموعتون. کل نظرتون خیلی در خوب، موردش؟ گرم و بی‌نظیر بود. داره ما که رسیدیم با یه سری شیرینی محلی از همون پذیرایی شد. خیلی جالب بود. لذت بردیم.
که همون که الان هم که نشستیم اینجا همه دارن رد میشن یا نحوه پذیراییشون هر چی که میخوایم سریع برامون میارن، واقعا لذت بخشه که احترام خاصی میذارن بهمون و ما رو از خودشون میدونن و واقعا لذت بخشه. خیلی دوست داشتنیه این قضیه. به اندازه یک هتل یوال 5 ستاره که انتظار میرفت برای من برآورده کرد تمام چیزا. ولکامینگ و تمام این خوب بودش. مرسی ازت. خیلی پرسنل خوب برخورد کردن، مخصوصا اون کلوچه هایی که همون اول رو بردن دادن، کسایی که ساز دوتار بود فکر کنم میزدن، خیلی جذاب بودش، برام دوست داشتنی بود.